سلام بچه‌ها، من امروز اومدم با یه میکاپ متفاوت. تا حالا با قاشق چنگال سایه کشیده بودی؟ بیا تا آموزشش رو بهت یاد بدم. خب اول قاشق میذاریم بالای پلکمون و همین جوری که من میکشم اونجوری سایه میکشید و از گوشه چشم تا همون خط سایه اینا رو با هم دوتا خط رو وصل میکنیم و وسط پلک سایه سفید شاندار میزنیم و بعدش اگه گوشه چشمات نامرتب دیده شه با یه کانسیلر گوشه چشمات تمیزکاری میکنی و بعدش یه خط چشم نازک میکشیم و گوشش رو وصل میکنیم به همون خط سایه و از روی خط چشم که نزدیک بن موجه کشیدیم و خیلی نازکه با یه براش کج با استفاده از سایه مچی از روش یه خط میریم و روی پلکای بالا و پایینتون ریمیل میزنیم. تمام. امیدوارم میکاپ رو دوست داشته باشید.